تا به حال نشده است در تاریخ تاجیکستان که یک کس را منصب پیشنهاد کرده باشد پرزیدنت او رد کرده باشد. این به احترامی میشود. گفتم هر چی میشود شود. من اگر مقام درخواست میکردم و دنبال منصب بودم، خود پرزیدنت رحمانوف مرا دعوت کرد که بیا مشاور شو و بیا در ساختار اجرایی کار کن، ولی من رد کردم. اتفاقا هر دوی ما یک زمان دعوت شدیم، من و رحمت الله ظاهروف برای مشاور پرزیدنت شدن. رحمت الله ظاهروف رفت قبول کرد، من قبول نکردم. برای گفتم مشاور یعنی رفتم در اونجا جزء همون ساختار هستم و باید که دیگر اطاعت کنم. رحمت الله بعد یک سال تقریبا وقتی که حزبش را ثبت نام کرد دیگر از مشاوره بیرون رفت. حتی بعد از آن که انتخابات تمام شد، من محمود جان کمی طولانی میشد، باید این برادران این موضوع مهم را درک کنند که در اینجا هیچ گونه ملاقات نبود، حیله و نیرنگ به کار نیست در اینجا، بلکه ما خیلی شفاف و آشکار رفتار کردیم. بعد از همین انتخابات 2015 حزب را از پارلمان بیرون کردن، در هفته اول مقامات دولتی به منزل شخصی من آمدن، یک ماشین هدیه و حالا چیزای بسیار آمدن با بهانه خانه درایان، چون من منزل حولی گذاشته بودم. و این را بگم که همش را به همسایه تقسیم کردم، حتی یک ذره هم نگرفتم. گفتم بعد این کاری که با انتخابات کرده، این هدیه و مهمانی شما به من دیگه چی معنی دارد؟ پیشنهادی منصب کردم، من یک بار رد کردم، دوباره آمدم گفتن یک هفته وقت هست. حالا حتی گفتم با پرزیدنت نرسوندیم، خیلی ناراحت می شود که تا به حال نشده است در تاریخ تاجیکستان که یک کس را منصب پیشنهاد کرده باشد پرزیدنت او رد کرده باشد. این به احترامی میشود. گفتم هر چی میشود شود. من قبول ندارم دیگر وزیر شدن یگان منصب دولتی را وقتی که با حزب من، با برادران من، با ارزش‌های من این گونه مناسبت کردید. من بگذار حتی در یک کارگر عادی میمونم، در همین کشور زندگی میکنم، اما منصب را دیگر قبول ندارم. حقیقت برادر، واقعیت این است، نه اون چیزی که درباره ما میگن.